با سلام و درود مردمان شرافتمند و دلاور ایران. درود به مهمانان گرامی که امروز در خدمتشون خواهیم بود. 3 کارشناس با تجربه رو امروز دعوت کردم برای یک موضوع بسیار بسیار مهم و اون هم هست اختلافات داخلی رژیم و وظایف مخالفین. مردمان شرافتمند ایران، همونطور که شما میدانید از روز اول جمهوری اسلامی با حذف رقبا و همینطور اعضای خودشون شروع کردن به حکومت کردن و از اون وقتها تا به حال این اختلافات بین اونها وجود داشته و اکنون هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی با کمک بسیاری از همراهانش در ضمن توانست که اختلافات جدی بین مردمان ایران ایجاد بکند و همینطور بین مخالفان. تصورشون این هست که می توانند با ایجاد اختلاف بین مردم ایران به بقای خودشون ادامه بدهند. اما بسیاری از رژیم‌ها در تمام کشورهای مختلف این سیاست رو به کار بستند و شکست خوردند. وقتی که مردم متوجه بشوند که این اختلافات چه در درون خودشون ممکن هست ساختگی باشه و اختلافاتی رو که در خارج از ایران و یا داخل ایران بین مردم انداختند، اون اختلافات هم برای ما ساختگی است و هیچ اعتباری ندارد. بنابراین ما باید به اتحاد خودمون ادامه بدهیم، به برادری و دوستی خودمون ادامه بدهیم و همچنان کوشش بکنیم که اختلاف اندازان رو در داخل و خارج از ایران از میان خودمون بیرون بیاندازیم. امروز 3 کارشناس در این برنامه داریم. خانم فیروزه غفارپور، فعال مدنی و سیاسی از سوئد. ایشون را سالهاست که من میشناسم و در کارهای مدنی و سیاسی فعال بودن و اکنون هم یک کمپین دادخواهی رو در سوئد سازماندهی کردند که صدای بسیاری از مظلومان دادخواه مردم ایران هست. آقای منوچهر یزدی، نماینده پیشین مجلس و عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانی است. ایشون هم از مبارزان قدیمی هستند و اکنون هم در ایران به سر میبرند، ولی با شجاعت تمام دارند مبارزه میکنند و فعالیت میکنند. آقای مهندس هوشرنگ کردستانی در پاریس هستند. ایشون از جبهه ملی هستند و از فعالان این جبهه بودند و سالهاست که در فرانسه علیه جمهوری اسلامی مبارزه رو شروع می کنند. من صحبت رو از خانم غفارپور شروع می کنم که خانم غفارپور، با توجه به این تجربیاتی که شما در طول سالهای دراز از مبارزه دارید، اوضاع و احوال وظایف مخالفین رو در مقابل این اختلافاتی که در درون رژیم هست چطور میبینید؟ برای مثال میگویند که میثم خامنه‌ای یکی از کسانی بوده است که افشاگری میکرده در تلویزیون های مختلف، با آقای زم ارتباط داشته. همینطور میدونیم که مخالفات جدی بین محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه پدید آمد و بعضی اختلافات بین خامنه‌ای بود و آقای رفسنجانی که در تمام این موارد مخالفان حذف می شوند. نظر سرکار رو در این زمینه بشنویم. میکروفونتون بسته است خانم. میکروفونتون بسته است خانم غفارپور. بله، با درود به همه هممیهنان عزیز و هم عزیزانی که منو میبینن و میشنون. ببخشید من چون بسته بودم 2 مرتبه مجبور شدم باز کنم. این مسئله اختلافات داخلی در بین رژیم و نیروهای داخل همیشه از ابتدا هم اگر که دقت کنیم بوده.
من یادمه که در زمان حتی رفسنجانی وقتی ریاست جمهوری داشت، خاتمی، همیشه این اختلافات داخلی رو من تشبیه می‌کردم به تعزیه خوانی. یعنی تعزیه همیشه یک حسین میذارن، یک شمر میذارن و اینا رو به جون هم میندازن و عاقبت هم همیشه در انتها برای حفظ اون نظام با هم یکی هم منافع مشترک دارن و این گونه اختلافاتی که دارن اینا بله یه مقدار با هم اختلافات شخصی دارن، تصفیه میخوان بکنن، یه موقعی تندرو میگن، یه موقع میگن اصلاح طلب و این اختلافات شخصی برای ما نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و ملت ایران به نظر من نباید به هیچ نحوی ایجاد این سوء تفاهم رو بکنه که این یکی ها دشمن رژیم جمهوری اسلامی هن یا اونا اینا همشون در انتها به نظر من هر دو یکی هستن و آخرش هم حفظ نظام براشون مهمه. بعد از اینکه خب یک اختلافات و فسادهای مالی پیش میاد و سر اونم سر اینه که خانواده های مافیا با هم اختلاف پیدا میکنن، ولی گادفادر همیشه وجود داره. این اختلاف با چند تا تلفات جسمی و جانی دنبال میشه و بعدم باز دو مرتبه میشینن سر میز با هم دیگه و زیر فرمان اون گادفادر و نظام رو میخوان حفظ کنن. یعنی سیستم مافیایی براشون مهمتره. من تصورم اینه که ملت ایران به هیچ وجه نباید گول این اختلافات رو بخورن. ما نیروهای خارج از کشور هم همینجور. حتی ببینید اقوام، شما وقتی که نگاه میکنید ببینید که جمهوری اسلامی در تمام این مدت تعمدن به همین دلیل اختلاف پراکنی و ایجاد اختلاف به مناطق مرزی که مهمترین مناطق در حقیقت حافظ مملکت و مرزهای ایران هستند از همه کمتر میرسه، بهشون فشار میاره. واقعا اینها ستم دیدن، محرومن از خیلی چیزا و این رو هم حتی نباید مردم به این حساب بذارن که با حساب ملت ایران یکی کنن. بنابراین باید ما اینها رو همه رو تاکتیک ها و روش های جمهوری اسلامی رو برای ایجاد اختلاف چه بین خودشون چه بین ملت ایران این رو کاملا تشخیص بدیم. خوزستان رو نگاه کنید، کردستان رو نگاه کنید، سیستان و بلوچستان رو نگاه کنید، اینها همه یک زمانی همه واقعا ملت ایرانن. بنابراین نمیشه شما نگاه کنید الان فقط در خود تهران هم یک طبقه مشخصی رفاه دارن، بقیه در قسمت گورنش خواب داریم. همه اینا من میگم یه مجموعه یک مافیای فاسده که میگه که همه با هم دیگه بخوریم، بقیه هم مهم نیستن. و من نگرانی من اتفاقا به نظر من یکی از بزرگترین اتحادهایی که در ایران باید باشه اتحاد مردم و اقوام ایرانیه. ما اقوام همه ملت ایرانیم و باید بفهمیم درد یک بلوچ با یه درد کرد با یه درد خوزستانی با اون دردی که در حتی اصفهان هست، در شیراز هست، در تهران هست هیچ تفاوتی نداره و همه باید به حق خودشون برسن و به نظر من این اختلافات فقط برای حفظ نظامه بیشتر و تفرقه انداختن بین جامعه. تشکر میکنم خانم غفارپور. جناب یزدی، جمهوری اسلامی ایران رو پر از تضاد کرده، تضادهای عجیبی که قبلا اصلا وجود نداشت. وقتی که من دانشجو بودم در دانشگاه تهران، ما همه از هر گروه و فرقه از هر شهرستان و دین و مذهبی تو این دانشگاه بودیم و هیچ کسی از هیچ کسی نمیپرسید که تو کجایی هستید و یا اینکه دینت، مذهبت، طبقت چه هست. الان ایران پر شده از تضادهای مذهبی. اولین تضادی است که جمهوری اسلامی موفق شد که ایجاد بکنه. خب رژیم خودش شیعه هست، سنی ها رو به طور کلی حذف کرده از قدرت
و تضادی رو هم سعی کرده بین شیعیان از یک طرف و سنی ها از طرف دیگر ایجاد بکنه. همینطور مردم رو تقسیم کرده است به طبقات مختلف و با حمایت از آخوندها و پدید آوردن یک طبقه، این طبقه رو در مقابل همه طبقات دیگر مردم ایران گذاشته. فکر میکنید برای چه جمهوری اسلامی میخواد این همه اختلافات رو در درون ملت ایران پدید بیاره؟ میکروفونتون بسته است جناب یزدی. میکروفونتون بسته است آقای یزدی. بله، من عرض ارادت و سلام و درود دارم خدمت شما و باشندگان این نشست و ملت شریف ایران. ببینید سوال جالبی است. در ذات و ماهیت حکومت‌های ایدئولوژیکی، به خصوص ایدئولوژی مذهبی، همیشه این تضادها آشکار میشه. جمهوری اسلامی شاید نخواسته باشه که به این اختلافات دامن بزنه، ولی ایجاد اختلاف در متن تفکر و اندیشه حکومت مذهبی وجود داره. ببینید وقتی که انقلاب شد و بعد از تصویب قانون اساسی، در قانون اساسی احکام شریعت در نظر گرفته شد، فقه شیعه جعفری در اونجا لحاظ شد. این اولین گامی است برای جدا کردن جامعه مذهبی ایران، یک کشوری که به قول شما قرنها در کنار عقاید و مذاهب و اندیشه های مختلف برادرانه زندگی میکرد، دفعتا با این خطکشی مذهبی، شیعه، سنی، بهایی، مسیحی، یهودی، همه اینا کمرنگ شدن و اون چیزی که بولد شد و پررنگ شد احکام تشیع. در قانون مجازات اسلامی هم همین اصول رعایت شد، در قانون اساسی هم به همچنین. بنابراین طبیعی است که در آغاز در یک جامعه متکثر مثل ایرانی که وحدت ملی رو با کثرت اندیشه ها با هم درآمیخته بود، وقتی با این قانون اساسی مواجه میشه، طبیعتاً حکومت با اولین تضادها برخورد میکنه و این است که بخش‌هایی از غیر شیعیان به کنار رانده میشن. اما این کافی نبود. جمهوری اسلامی آمده بود برای ایجاد یک حکومت فرقه‌ای بنیادگرا، یعنی اینا آدمای اسلامگرا بودن، صرف مسلمان تنها نبودن. اسلامگرایان کسانی بودن که میخواستن احکام اسلامی رو در روز پیاده کنن. خب احکام اسلامی مشخصه، اون چیزی که در قرآنه و اون چیزی که در فقه شیعه هست و اون چیزی که روایت و احادیثی است از 1400 سال پیش، یعنی پیاده کردن آداب، رسوم، سنت و قوانین 1400 سال پیش در صحرای عربستان رو در یک جامعه روبه مدرن مثل ایران. خب پس این اولین برخوردی که میکنه، برخورد ایجاد اختلاف مذهبی. دو بزرگترین اختلاف برخورد با هویت ملی است، برخورد با فرهنگ ملی است. اینها تضاد ایجاد میکنه، اینا شکاف ایجاد میکنه. منتها در دل خودشون هم علاوه بر این کلیاتی که عرض کردم، در دل نظام هم اختلافات سلیقه‌ای و فرقه‌ای پیدا شد. خب اولین اختلاف با آقای بازرگان پیدا شد. خب اینا همه ملیگراها رو ریختن کنار، چون آقای خمینی فرمودن که ملیگرایی کفر است. رفتن سراغ آزادی، رفتن به سراغ جبهه ملی، رفتن سراغ رفتن به سراغ رو به خودی و بی خودی و ناخودی تقسیم شروع شد برای که بریزن به یک قطب اصلی، یک کانون اصلی شیعی بنیادگرا. خب این اختلافات زمینش فراهم شد و بعد همچنان ادامه پیدا کرد و تا رسیده به امروز. اختلافات اساسی یعنی جنگ با هویت ملی، جنگ با فرهنگ ملی، جنگ با اعتبار و عزت و شرافت مردمی
سبب شد که اینها برنامه‌ای برای رفاه عمومی و رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی نداشته باشند، برای که آنچنان سرگرم صدور انقلاب خودشون شدن و تفهیم انقلاب در داخل شدن و تحمیل انقلاب به بدنه جامعه شدن که اینا از این مسائل حاشیه‌ای غافل موندن و در نتیجه آدمای مدبر، آدمای با تدبیر کم کم از بدنه نظام دور شدن و نظام خودش موند و احکام شیعه بدون برنامه برای اقتصاد، بدون برنامه برای سیاست خارجی، بدون برنامه برای سیاست داخلی و تا امروز که شما ملاحظه می‌فرمایید بعد از 40 سال ایران به چه فلاکتی دچار شده. تشکر میکنم. آقای کردستانی، آقای یزدی به درستی اشاره کردند که خمینی بعد از اینکه از ملی گرایان، از جبهه ملی، از ملی مذهبی ها استفاده کرد و اونها را آورد و در دولت قرار داد و در همون زمانها داشتند پایه‌های حکومت خودشون رو محکم می‌کردند که بتوانند در زمان مشخص ملیگرایان، جبهه ملی و نهضت آزادی و به طور کلی ملی مذهبی ها رو کنار بگذارند. واقعا شما به عنوان ملیگرا وقتی که اعلام شد که مصدق رو طرد کردند، حالا گفتند که مسلمان نبوده و یا اینکه به طور کلی حذف کردند جبهه ملی رو از قدرت و البته اینو من میدونم که شما در اون وقتا هم مخالف این جریانات بودید، بعدها هم مخالف شدید، الان هم مخالف هستید، ولی به طور کلی چه فکر میکنید و چرا جمهوری اسلامی جبهه ملی و ملیگرایی رو به طور کلی از قدرت طرد کرد؟ از شما و دوستان میکروفون‌های خودشون رو ببندید لطفاً، جز آقای کردستانی. خب آقای کردستانی بفرمایید. من برمیگردم یه مقدار به عقب، یعنی 1 سال یا چند ماه قبل از استقرار استبداد مذهبی برمیگردم که 1-2 بار شما بودین در برنامه تلویزیونی گفتم که آقای دکتر بختیار با من تماس گرفتن، من در رشت بودم و پرسیدن کی میای، گفتم فلان روز، گفتن یه سره بیا منزل من قبل از اینکه منزل خودت بری. من وقتی اومدم ایشون گفتم به من که الان وضعیت مملکت به گونه شاه قبول کرده جبهه ملی دولت رو تشکیل بده و آقای دکتر سنجابی هم شاید باطنا موافق باشن، اما آقای فروهر و مهندس حسیبی مخالفن و تو فردا صبح اول وقت برو دیدن آقای فروهر. دلیلش هم این که آقای فروهر درگیر حزب ملت ایران و من فعالان این حزب بودم، برو دیدن ایشون و بگو که شرایطی به وجود داره که جبهه ملی میتونه دولت رو تشکیل بده و مانع این فاجعه‌ای بشه که در انتظار ملت ما و در انتظار تاریخ ماست. من بهشون جواب دادم که من فردا میرم دیدن آقای فروهر، ولی من پاسخ آقای فروهر رو الان به شما میدم. پاسخ ایشون این هست که نه، یعنی قبول نکنه جبهه. ایشون پرسیدن چرا؟ گفتم برای که من این صحبت‌ها که شما میگید با ایشون بکنم قبلا در حزب خودم مطرح کردم و ایشون مخالفن. آقای دکتر بختیار گفتن که بنابراین اگر ایشون اصرار داشته باشه که جبهه ملی دولت رو تشکیل نده، بنابراین آقای دکتر سنجابی هم قبول نخواهد کرد و در این شرایط اگر به من پیشنهاد بکنن من بپذیرم یا نه، که من گفتم 100% بپذیرم. آقای دکتر بختیار معتقد بود
که اینها مأموریت دارن و اتفاقا من با اینکه از ایرانم فرار کردم و ایشون هم بارها در منزلشون مهمان بودن فراموش کردم اینو بپرسم که مأموریت از طرف کی دارن. این که مأموریت دارن درست بود، منم تشخیص میدم الان اکثریت مردم در داخل و خارج میدونن اینا یه مأموریتی داشتن، ولی از طرف کی من پرسشی نکردم، ایشون هم طبیعتا پاسخی ندادن. به هر حال آقای دکتر بختیار معتقد بودن که اینها مأموریت دارن ایران رو نابود بکنن و نابودم خواهند کرد و من سینه سپر میکنم که مانع انجام این نابودی بشن. هفته بعد که آقای دکتر بختیار قبول کردن که بررسی کنم برای تشکیل دولت، من احساس کردم که با توجه به اینکه با عجله و شتاب خیلی قابل تصور آقای بختیار از جبهه ملی کنار گذاشتن، به این نتیجه رسیدم که خب آقای بختیار رو کنار گذاشتن، ولی هنوز در درون شورای جبهه ملی هستن کسایی که تهیه قلبشون همونطور باشه، همونطور فکر میکنن که آقای دکتر بختیار فکر میکنه و برآورد میکنه. به این دلیل گفتم من میمونم در شورا، شاید بتونیم شورای جبهه ملی رو در مقابل این استبداد قرار و همین کارم کردیم. 29 اسفند سال 58 من دعوتی کردم از آقای دکتر سنجابی به رشت اومد، در باغ محتشم، باغ بزرگ رشت، تظاهراتی گذاشتیم، گرد همایی گذاشتیم که جمعیت زیادی از رشت و شهرستان‌های گیلان اومدن و در اونجا عملا ما مخالفتمون رو نشون دادیم که موضع ما با موضعی که اینها پیش گرفتن تفاوت داره. در قانون اساسی، پیشنهاد قانون اساسی آقای دولت به نخست وزیر بازرگان هم ما قبول نداشتیم، در مقابلش یک قانون اساسی پیشنهاد کردیم و به هر حال ما موفق نشدیم تا اینکه دعوت کردیم از مردم که 25 خرداد سال 60 در میدان فردوسی جمع بشن و در شهرستان‌ها مراکز شهرها، ولی آنچنان استقبالی شد برای اینکه ما 3 هفته اطلاع میدادیم به مردم و این مردم خبر شده بودن، آنچنان وحشت ایجاد شده بود که آقای بهشتی یه نامه‌ای تهیه کرد و به دست خمینی داد و خمینی هم از سر ترس اون نامه رو خوند که خبرگزاری‌ها گفتن در یک نطق بدون اشتباه نداشت و حرفی نوشته میخوند. بنابراین ایشون با شتاب و با اون ترسی که در درونش ایجاد شده بود راهی ندید جز این بگه که ملی‌ها، مصدقی‌ها، جبهه ملی‌ها، اصولا بگم عاشقان ایران مرتدن و مرتد در اسلام از کافر بدتر وقتش حلال. بنابراین امت همیشه در صحنه است که بره از اسلام عزیز دفاع بکنه. من یه چیزی رو توضیح بدم که اشتباه بزرگی شد، اشتباه نابخشودنی شد در این که برای اجرای قانون اساسی مشروطه به دنبال کسی برن که مشروطه رو میخواست تبدیل کنه به مشروعه به زمانی که به قدرت بود. این اشتباهی شد و متاسفانه هنوز هم نتونستیم جبران بکنیم. قدرت در دستشونه، حمایت های یک دست قدرتمند، دست پنهان و قدرتمند جهانی پشت سرشونه، زور و پول نفت و گاز در اختیارشونه و ما پراکنده. به هر حال ما موفق نشدیم تا امروز، ولی هر دردی یک درمانی هم داره. ببینید یک بیمار وقتی میره پیش پزشک، اولین وظیفه پزشک اینه که درد رو تشخیص بده، درد رو تشخیص داد، درمان رو تشخیص بده. درد مملکت ما یک استبداد مذهبی که سعی میکنه با تراشیدن یک دشمن فرضی خارجی هم بخشی از جامعه رو به دنبال خودش بکشه به خاطر اون دشمنی که حالا هیچ وقت هم نمیاد. 25 ساله، ببخشید 42 ساله که دشمن جمهوری اسلامی آمریکا است، ولی هیچ وقت با آمریکا درگیری پیدا نشده. بنابراین به عنوان تشکر میکنم مبارزه با دشمن خارجی هستیم، شرایط جنگ سعی میکنه آزادی خواهان رو در درون مملکت سرکوب بکنه و اینجا تشکر میکنم که
بله، در فرصت‌های دیگر، راندهای دیگر فرصت هست که به اونها هم بپردازیم. تشکر میکنم از شما خانم غفارپور. وقتی که ما به ایران نگاه میکنیم یا هر کسی به مملکت خودش نگاه میکنه، دو تا خیر میبینه. یکی خیر عمومی است که قاعدتاً باید اولویت داشته باشه، یکی هم خیر یا منافع شخصی است که باید در مرحله دوم قرار بگیره. و ما الان با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی و فرهنگی که هم بر ما تحمیل شده یا خودمون پدید آوردیم یا حاضر شدیم که این فرهنگ رو بپذیریم، غالب اوقات با این مشکل روبرو هستیم که علی رغم این که اختلافاتی در رژیم وجود داره، این اختلافات هم بسیار بسیار جدی است و تا حد کشتن یکدیگر هم اونها پیش رفتند و حتی کشتن مخالفان در خارج از کشور. حتی در این شرایط بعضی از افراد و سازمانها هنوز چسبیدند به مواضع سیاسی، شخصی و گروهی و حزبی خودشون. آیا ما در این شرایط و مردم ایران در داخل ایران که دوچار این همه ظلم و ستم هستند، از ما این انتظار رو ندارند که از منافع شخصی، از خیر شخصی بگذریم و برسیم به خیر عمومی، منافع عمومی و اکنون که این همه اختلاف در این رژیم وجود داره استفاده بکنیم که هر قدر اختلاف بین اونها بیشتر هست ما اتحاد بیشتری رو پیدا بکنیم و یک ائتلاف بزرگی رو تأسیس بکنیم برای تغییر جمهوری اسلامی. میکروفونتون بله، میکروفونتون بسته است. بله، باز کردم. بسیار سوال بسیار دقیق و سنجیده‌ای بود این صحبت شما، چون مشکل همونجور که جناب کردستانی اشاره کردن، ما باید اول بیماری رو تشخیص بدیم، بعد بریم بگیم که چه دارویی لازم داره. در عرض این 42 سال ما مشکل دقیقا نیروهای مبارز و نیروهای مخالف نظام همین بوده که هیچ کدوم حاضر نبودن بشینن به خاطر یا اختلافات ایدئولوژی یا به خاطر اختلافات همونجور که فرمودید به خاطر نمیدونم منافع شخصی، هرچی اسمشو بذاریم، روی 4-5 اصول نیومدن بشینن و با هم به توافق برسن. حالا من اصلا به توافق میگم، چون که مملکت و ایران اول و اولویت باید داشته باشه. یعنی به قول شما اول به نظر من باید آدم منافع ملی و منافع مملکت رو در نظر بگیره، منافع مردم به طور کل، عدالت عمومی، و بعد بیاد سر جزئیات و حاشیه ها با هم دیگه بشینه و به یه توافقایی برسه. بنابراین اگر که توی این مدت الان در حال حاضر، من مثال میزنم، داره مثال، وقتی که در دی ماه 96 یا 98 در آبان ماه این جوانان رفتن توی خیابونا و همه با هم دیگه دست به دست هم فریاد آزادی، فریاد فقر، فریاد دادخواهی خودشون رو بلند کردن، من تصور نمی کنم که هیچ کس در اون خیابانهای ایران از بغلیش پرسید تو کیو قبول داری، تو کیو قبول نداری، تو چه ایدئولوژی داری، چه مذهبی داری، چه یعنی همه به عنوان ایرانی و رفتن توی خیابون برای حق مشترکشون. بنابراین اگر همه نیروهای سیاسی به نظر من الان در این موقعیت بسیار حساس که در تایید صحبت شما آقای حسین‌پور واقعا رژیم جمهوری اسلامی به انتهاش رسیده، ولی اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم و متاسفانه یک عده‌ای تصور کنن که آقای ترامپ یا آقای بایدن یا آقای ایکس و ایگرگ میخواد یا فلان مملکت میخواد
ما رو بخواد بیاد برمون گردونه یا مملکت رو نجات بده اشتباه دارن فکر میکنن. چون من همیشه مثال میزنم که در سر چهارراهی چراغ قرمز گذاشته میشه و قرمز و سبز میشه که ترافیک وجود داشته باشه. وقتی ترافیک نباشه احتیاج به چراغ سبز و قرمزی وجود نداره. بنابراین اگر ملت ایران خودشون با هم دیگه با واقعا یک خیزش ملی و عمومی با هم صدا نشن و همینجور به همین صورت به شکل سازمان‌های خارجی، نیروهای خارجی با هم دیگه هم شکل و هم پیمان نشن برای اول براندازی نظام و قانون اساسی جدید در شورای در مجلس مؤسسان رأی مردم برای نوع حکومت آینده ایران و بعد اون مجلس مؤسسان اون حکومت خواهی نخواهی قوانین بسیار مدرن پیشرفته‌ای بر پایه حقوق بشر گذاشته خواهد شد و اون وقت بنده با آقای دوست عزیز خودم که نیروی چپم هست میشینم میگم آقا شما هم حق داری فعالیت کنی و یک اساس و پایه‌ای وجود داشته باشه. من واقعا خیلی ساده گوام، خودتونم میدونید من ترجیح میدم خیلی راحت با مردم سخن بگم. ما اگر بشینیم منافع شخصیمون رو اولویت قرار بدیم به منافع ملی و منافع مملکت و منافع نسل آینده است، ما فردای ایران باید پاسخگوی تاریخ باشیم. همینجور که آقای کردستانی گفتن اگر آقای سنجابی تشریف نبرده بودن در نفل و شاد و زیر درخت سیب با آقای خمینی سازش نکرده بودن مطمئنا مرحوم بختیار به مراتب موفق تر. این نظر شخصی منه البته. و برای همینم الان ما باید از تاریخ درس بگیریم، از گذشته، که ما باید با هم یکی بشیم، پشت هم خالی نکنیم. تشکر میکنم خانم غفارپور گرامی. جناب یزدی، یک کلیپی من دیدم که از ایران اومده بود و از یک شخص پرسیدن که آیا شما کتاب میخونید یا نه. اون جواب داد که برای اینکه من بفهمم که گرسنه‌ام احتیاج به کتاب خوندن ندارم. من میدونم که گرسنه‌ام، من میدونم که تحت فشارم، من میدونم که روزانه به من ظلم میشه و میدونم که این افراد دیگری هم که دورور من هستند همین حالت رو دارند. اما من یک نفر هستم و تنها هستم و در این شرایط چه بکنم؟ حالا سوال مهم دقیقا این هست که همگی احساس ظلم را به صورت فردی می کنند، همگی گرسنه هستند و برای اینکه گرسنگی را احساس بکنند دیگه احتیاجی به شنیدن مسائل سیاسی ندارند، اونها میدانند که گرسنه‌اند. مسئله بر سر این هست جناب یزدی که این افراد تک تک که همهشون هم مورد ظلم و ستم واقع شدند، اینها احساس تنهایی عجیبی می کنند وقتی که تنها هستند. حالا چگونه می شود این آدمهای تک تک رو دور هم جمع کرد، کنار یک دیگر قرار داد و همونطور که خانم غفارپور گفتن وقتی که در این قیامه چه 98 چه 96 چه 88 هیچ ایرانی از یکدیگر نپرسید که تو از چه طیفی هستی، از کجا میایی، از چه مذهبی هستی و از چه منطقه‌ای هستید. همهشون با هم وارد میدان شدند. در واقع به اون چی که ظاهر هست این هست که بیشترین این اختلافات رو یک گروه کوچک سیاسی در میان ایرانیان رواج دادند و یه تعداد زیادی از این تلویزیون‌ها هستند که به صورت‌های مختلف با آوردن مفسرین مختلف، محققان مختلف می‌خواهند این گونه نشان بدهند که این رژیم بسیار قوی است و غیر قابل براندازی است. شما در این شرایط که این همه اختلافات بین رژیم وجود داره
چه راهی رو برای مردم ایران پیشنهاد میکنید که خودشون رو از این شرایط بد آزاد بکنند؟ جناب حسین بارو، ببینید ایران یک کشور استثنایی است در منطقه، به اعتقاد من استثنایی است در جهان. قبل از هر کار سیاسی بایستی جامعه شناسی ایران رو شناخت، یعنی ما بریم و ببینیم ما چه ملتی هستیم، در چه شرایط سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی زندگی میکنیم و بعد اون وقت راجع به رویدادهای سیاسی بهش بپردازیم. ببینید این اتحادی که امروز همه دارن ازش صحبت میکنن، اتحاد احزاب و گروه‌های سیاسی، نگاهشون به سال 57 و گمانشون بر این است که همچنان که در سال 57 همه احزاب کنار هم جمع شدن و زیر عبای آقا قرار گرفتن، حالا هم میشه همین کاری کرد. آی حسین، من و شما حق نداریم جامعه رو گول بزنیم. انقلاب اسلامی ایران یه پروژه بین المللی بود، یه پروژه جهانی بود، به وسیله سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی طراحی شد، حمایت شد و بعد ارسال شد و بعد از ارسال تحکیم قدرت شد و بعد حمایت شد تا امروز. اینو یادمون نره. امروز مدارک و اسناد به حدی است که هیچ کس نمیتونه بگه من نفهمیدم رفتم گول آقای خمینی رو خوردم. نه، آقای خمینی کتابش بیرون داده بود، کتاب حکومت اسلامی رو داده بود. اما چه شد که روشن فکران ما و ملیگراهای ما و چپهای ما و راستهای ما همه متفقاً زیر این فضا قرار گرفتن؟ به اعتقاد من و بر اساس اسناد موجود، CIA در اینجا از اتاق فکر جهانی فرمان گرفت و به اتحاد نیروهای مخالف نظام پادشاهی در ایران همت گماشت. شرکت‌های نفتی دنیا هزینه این اتحاد رو پرداختند. کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بهترین معرف است که چگونه شد تیپ الیت و دانشجو و تحصیل کرده، چپ و راست از انجمن اسلامیش گرفته تا ملی مذهبیش تا جبهه ملی، همه در این کنفدراسیون به یک کلمه وحدت پیدا کردن به اون نام مرگ بر شما. و بعد این منتقل شد در داخل کشور و بعد سازماندهی شد به طوری که هیچ قدرتی در داخل نتوانست در برابرش بیسته. حالا من اگر لازم باشه که این رو دونه دونه بشکافم که وقت شما رو گرفتم، ولی اون یک جریان بین المللی بود، یک توطئه بین المللی بود. مردم رو گول زدن، از روشنفکران استفاده کردن و اینها رو کردن نیروی پیاده نظام و این فاجعه رو ایجاد کردن. آقای خمینی هم روز اول نیامد بگه که من اون چی که بعداً گفت بیاد بگه، اومد گفت ما هم دموکراسی داریم. این گفتن آقایون که ایشون وقتی که دموکراسی داریم یعنی دموکراسی داریم. خیلی خوب، پذیرفتن و این حکومت پادشاهی سقوط کرد و جمهوری اسلامی رو کار اومد. حالا به ما میگن که احزاب برید متحد بشید. خیلی خوب، اولا ببینید که این جمهوری اسلامی اصلا حزبی در کشور باقی گذاشته؟ آیا کسانی به عنوان احزاب قادرن آزادانه گرد هم جمع بشن؟ آیا حسین، ما جلسات یک شنبه هفتگی داشتیم، اومدن متوقف کردن، در اون زیرزمینی هم که توش بودیم بستن، پلم کردن و رفتن. یک چیز رو همه قادر هستن دیگه، با اون هست هیچ حزبی در داخل کشور قادر نیست به تنهایی اقدام ایجاد یک جنبش، یک حرکت و یا براندازی توان احزاب رو بریدن. من از خودم میگم در حزب پنجانیست که با ما چه کردن که اجازه ندادن و نمیدن تا به حال که حزب در اونجا شکل بگیره. اما ببینید جامعه ایرانی جامعه هوشیار و زیرکه، یک جامعه است که پشت سرش یک هویت بزرگ و یک شناسنامه بزرگ وجود داره. این جامعه بیکار ننشسته، جامعه که از یک سو امیدی به احزاب نداره،
جامعه که از یک سو از دین گریزان شده، جامعه که از یک سو نسبت به حاکمیت موجود به حال بلافاصله شده و جدا شده و بریده از حاکمیت. یک همچین جامعه در 2 مرحله ریختن تو خیابان، منیفست خودشونو با خون و آتش دادن، امضا کردن و دادن. در سال 96 و 98 مردم نه به اصولگرا کار داشتن، نه به اصلاح طلب کار داشتن، نه به حزب پانیرانیست، نه به حزب جبهه ملی و نه به هیچ حزب دیگری. یک جریان کاملا مستقل و مردمی که ریشه در فرهنگ و خواسته ها و آرزوهای یک ملت بزرگ داشت. من حرفش زد باهاش هم داد. اما چرا سازمان های جهانی که اون روز از آقایان مذهبیون دفاع میکردن، هیچ کس از این جریان هایی که با خون آغشته شد همراهی و همکاری نکرد؟ چرا صدای آمریکا در نیامد؟ اتحادیه اروپا چرا خفه شده بود؟ کشورهای همسایه چرا نادیده گرفتن؟ چرا عربستان حاضر پول برای تضعیف ایران و ملت ایران هزینه کنه ولی برای نجات ملت ایران حاضر نیست هزینه کنه؟ این که اسم بردم، باید بگم طبق اسناد همین کشور و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بودن که یاری کردن و پول دادن و کمک کردن به کنفدراسیون و انجمنهای ادبی خارج از کشور برای سقوط نظام پادشاهی ایران. شرکت های نفتی بودن که پول دادن. اینا کجا رفتن؟ اینها نه تنها دنیا حمایت نکرد از این حرکت مردمی، از این جنبش، از این خواهش، از این تقاضا، بلکه سکوت کردن و جمهوری اسلامی از این سکوت و از این فرصت استفاده کرد برای سرکوب. اما این بشارت رو به شما بدم جناب، این آتش خاموش نشده، این تقاضا متوقف نیست. این در دل شهر، در زیر سایه شهر، این حرکت ایرانگرایی حرکت وجود داره. باید ببینید که در ایران اون نسل پاسارگادی که اومد آغاز کرد حرکت ایرانگرایی رو و به هویت ملی خودش سلام کرد و به کوروش سلام کرد، این مزمحل نشده، این از بین نرفته و هیچ حاکمیتی هم نمیتونه از بین بره. بنابراین به این نسل، به این فرهنگ، به این دانش، به این تاریخ، به این جوان من امیدوار هستم. خیلی ممنونم جناب یزدی. آقای کردستانی، شما خب خودتون بهتر میدونید که جبهه ملی نقش بسزایی داشت در انقلاب، در ایجاد انقلاب و بعداً هم در حکومت و البته بعداً هم سزای خودش رو دید برای اینکه از جمهوری اسلامی شدیداً لطمه خورد و از طرف مردم هم مقدار زیادی لطمه خورد. الان میرسیم، حالا گذشته رو که بگذاریم، میرسیم به امروز. امروز در موقعیتی قرار داریم که رژیم اختلافاتی رو اگر پدید آورده و اگر بین خودشون هست، صرفاً برای غارت کردن اموال عمومی و مردم ایران هست. اونها در بقای نظام هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند و به هر قیمتی هم اون رو ثابت کردند که نگه می‌دارند. بنابراین این ما هستیم، مردم هستند که در یک بسیج عمومی بتوانند توازن قوا رو نفع مردم بالا ببرند و رژیم رو در شرایط ضعیفی قرار بدند. برای این کار قطعی است که احتیاج به همکاری هست، احتیاج به همفکری هست. حالا این همکاری و همفکری در هر اندازه‌ای که باشه و اگر بیشتر باشه طبعاً مفیدتر هست. برای اینکه جنبش هایی رو که شروع شد و سرکوب گردید، یکی از دلایلش این بود که هماهنگی سرتاسری برای اونها وجود نداشت و یک رهبر و یا یک سازمان رهبری یا یک شورای رهبری هم که مسئولیت هماهنگی این قیام ها رو به عهده بگیره وجود نداشت. ناگزیر ما امروز به جایی رسیده ایم
که انتخاب بکنیم بین این که یک قیام یا دو قیام یا سه قیام دیگر هم بشوند و با کشتار عمومی تمام بشوند، و یا اینکه در اولین جنبشی که پدید میاد از قبل این آمادگی رو مخالفین داشته باشند در داخل و در خارج که بتوانند این جنبش ها رو رهبری بکنند و به موفقیت برسونند. نظرتون در این زمینه چه هست؟ به هر حال مطالبی که مطرح میشه آنچنان گسترده است، 42 سال گذشته آنچنان رویدادهایی بوده که نمیشه توی جلسه جمعش کرد. مثلا چقدر چراها هست، چرا اروپا از حرکت مذهبی حمایت کرد، چرا CIA در زمان کارتر خمینی رو به قدرت رسوند، چرا BBC صدای خمینی شد، چرا این خیزش های سال 78 و 76 به نتیجه نرسید. خیلی چراها هست. چرا تلویزیون های ما که ادعای مبارزه برای آزادی ایران میکنن اغلب با آوردن چهره‌هایی در داخل که در تمام این جنایات دست داشتن با اینا مساوی میکنن. بنابراین چرا بسیاره و من فکر نمی‌کنم بتونیم در یک جلسه حتی چند جلسه بتونیم جمع جور بکنیم. فقط یک پرانتز باز بکنم که جبهه ملی انقلاب نکرد، برای که جبهه ملی نه سلطنت دستش بود نه دولت دستش بود قبل از انقلاب، نه ارتش. خمینی و حمایت کننده پشتیبانان خارجیش اونو به قدرت رسوندن و تمام جریانات داخلی، چه نهضت آزادی، چه فدایی، چه مجاهد، همه رفتن. تنها موردی که همه به طور 100% جنبال خمینی رفتن همین جبهه ملی بود که بخشی از جبهه ملی تشخیص داده بودن و همراهی نکردن و بازم تنها جبهه ملی بود که ندای مخالفت رو در روز 25 خرداد 60 در تهران و شهرستان‌ها به صدا درآورد. اما برمیگردیم که راه حل چیه؟ جمهوری اسلامی افزون و سرکوب یک اقدام‌هایی برای حفظ خودش، یکی که همیشه دشمن تبدیل شد. از اون بخشی که ذوب شدن در ولایت فقیه باید سرش رو، البته دشمن قوی هم نیست، اگر بگه دشمن قویه خب این طرفداراش در میرن. دشمن قوی نیست، فقط حمایت طرفدارای اینا لازمه که دشمن موفق بشه. یه مورد از اهرم‌های قدرتش سرکوب داخلیه که دیگه گفتن نداره. یه مورد اختلاف انداختنه. این اختلاف رو حتی شما کسانی که خمینی اون چند نفری که از خارج با خمینی اومدن تهران، عزاده کشته شد، بنی‌صدر ناچار به فرار شد، بازرگان خونه نشین شد، سامی در خونش. آقای کردستانی، صدای شما مثل این که نمیرسه، صداتون قطع شد. خب تا آقای کردستانی رو مجددا داشته باشیم، من سوالی دارم از خانم غفارپور و که ببینیم نظر ایشون در این زمینه چه هست. خانم غفارپور، ببینید این رو میدونیم که برای اینکه اون انقلاب جمهوری اسلامی موفق بشه، اروپا، امریکا، بسیاری از کشورها بسیج شدند و دلایل خودشون را داشتند که نظام پادشاهی از بین بره. از جمله دلایلی که داشتند یکی تجدید قرارداد نفت بود که درست در همون سال انقلاب میبایستی تمدید میشد و شاه قبلا گفته بود که حاضر نیست که اون قرارداد رو امضا بکنه و بنابراین با آمدن جمهوری اسلامی و اینکه شاه حاضر نشد اون قرارداد رو امضا بکنه، مسئولیت رو دادند به آقای خمینی و آقای خمینی همون قرارداد رو امضا کرد.
مسائل دیگری هم بود. یعنی صحبت من بر سر این هست که چطور خارجیان توانستند بسیاری از ایرانی ها رو علیه خودشون بسیج بکنند. ریسکاردستان گفته بود که انقلاب ایران یک خودکشی ملی و دست جمعی بود و هیچ ملتی رو ندیدم که برای خودکشی خودش این همه جشن بگیره، این همه شادی بکنه. حالا به هر حال هرچی بود ما کم و بیش میدانیم که چرا اون اتفاقات افتاد. الان هم میدانیم که چه کار باید بکنیم. مسئله بر سر این هست خانم غفارپور که اکنون آیا ما باز هم بازیچه دست جمهوری اسلامی باشیم و اختلاف پذیر باشیم؟ یعنی حاضر باشیم که اختلافاتی رو که رژیم بین ما انداخته اونها رو پذیرا بشویم و همچنان پراکنده باقی بمانیم، و یا اینکه از گذشته درس گرفتیم و دیگر نمیخواهیم که اختلافاتی رو که دیگران از داخل یا خارج لااقل بین مخالفین خارج از کشور میاندازند اونها رو قبول بکنیم. شما خودتون از تجربه‌ای که با مخالفین دارید آیا، و البته خود من هم الان دارم تلاش‌هایی رو میکنم، به این نتیجه رسیدم که مردم ایران در خارج مخالفین شدیداً علاقه به این دارند که یک صف واحد تشکیل بدن علیه صفی که در جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی حمایت میکنه. نظر شما در این زمینه چی هست؟ من با تجربه خودم که بعد از 42 سال واقعا از روز ابتدا وارد صحنه مبارزه بودم و دانستن واقعا خیلی از مسائل در تایید صحبت آقایون، بله من خیلی خوب به قول شما میدونم که قرارداد نفت خیلی مسئله مهمی بود. من میدونم که خیلی چیزایی که به قول شما یه داستانی در 57 تموم شد. از 57 میتونیم دو نتیجه بگیریم. یکی این که اون زمان یعنی 42 سال پیش رسانه ها و این ارتباطات جمعی انقدر پیشرفته نبود. خیلی خوب ما میتونیم بهانه بیاریم یا دلیل بیاریم که مردم ایران اون زمان بازیچه یک عده شدن که این افراد مأموریت داشتن، نمیدونم انتقام میخواستن بگیرن، بغض و عقده از زمان قدیم داشتن. به هر دلیلی یه الیتی از اون جامعه مثل آقایونی که از استادای دانشگاه گرفته از داخل و خارج همه یه آدم ناآگاه رو برداشتن و واقعا دست زدن به این، درست مثل این فرقه هایی که خودش یه دارو میخوره و میگه همتونم خودتون رو بکشید و این خودکشی رو داد به ملت ایران. ولی ماها الان بعد از 42 سال اون تجربه رو داریم. یک دو دیگه از نظر اطلاع و آگاهی مردم ایران در داخل به خصوص نسل جوان بسیار میدونیم که دیگه این مردم 42 سال پیش نیستن. دقیقا رژیم اگر تنها کاری رو که کرده باشه که ما میتونیم الان به اون حداقل وابسته بشیم و بچسبیم، همین ملیگرایی رو اینا 2 مرتبه زنده کردن. وحدت ملی رو در حقیقت دارن، ایرانگرایی رو اینا زنده کردن و الان جامعه به قول آقای یزدی اون فردی که رفت سجده کرد مقابل آرامگاه کوروش این هنوز زنده است. واقعا شما الان نگاه کنید ببینید باز هم برای پاسارگارد در روز کوروش چیکار میکنن مردم. بنابراین من تصورم اینه که الان به قول شما ما باید این فکر رو بکنیم که در حال حاضر یک شعار داریم و اون شعار آزادی ایران هست و آزادی ایران فقط به وسیله یک اتحاد ملی و همگانی میتونه بره. کشورهای خارجی رو ما میتونیم باید اینجا با لابینگ، حالا اون خیلی جزئیاته ولی من به جزئیات و حاشیه ها نمیپردازم، ولی محیط داخل ایران که مهمه. هر حرکتی بخواد بشه باید از داخل بشه. داخل
داخل رو ما باید این کارو بکنیم. این نتیجه 42 سال و یک شعار همگانی داشته باشیم، فرا سیاسی، فرا حزبی، فرا گروهی، و برگردیم به همون دادگستر و دادگستری و عدالت. و برای همین بود، فکر نکنید میخوام من اینجا مسئله دادخواهی رو مطرح کنم، چون خودم این اعتقادم بود که این حرکت رو شروع کردم. شما تصور کنید که در این 85 میلیون جمعیت ایران، زیر نام ایرانی، زیر نام یک ملت، یک مملکت و یک پرچم، حالا هر چی سیاسی میکنندش، ما دردهایی داریم که بسیار گسترده و مشترکه. یعنی شما از شمال ایران و شرق و غرب و جنوب ایران نگاه کنید، هر ایرانی یک دادخواهی برای لغو حقش، محروم شدنش، حق کشیش داره. و این تنها راهیه که من بعد از 42 سال واقعا رسیدم که یک مبارزات و یک اتحاد و همبستگی ملی و مدنی لازمه. و بعد اون وقت گروه ها و سازمان های سیاسی زیر این چتر حرکت مردمی و مدنی میتونن با حفظ ایدئولوژی خودشون، مذهب خودشون، عقاید مختلف، هر گونه تفکر باشد. و من اینجا مجبورم اینا راجع به خودم و کمپین دادخواهی بگم. 2 تا شرط داره و این 2 شرطش هم اینه که واقعاً حتما با تجزیه طلب و مجاهد ما کاری نداریم، چون این 2 گروه رو من خودم شخصا فکر میکنم اینها به هیچ عنوان در دایره یک ملتی که فکر منافع ملی، منافع مدنی و منافع مردم هست وجود نداره براشون و اینا رو من کاملا ایرانی دیگه نمیدونم. روی این اصل اگر همه ما از پان ایرانی است که اتفاقا خوشحالم که از اولین نیرویی بودن که حمایت و پشتیبانیشون از دادخواهی دادن و خیلی سازمان ها الان من دانشجویان مبارزه داخل ایران دادن. میگم دادخواهی یه چیزیه که هر سازمان، هر گروهی باید بگه ما دادخواهیم. اصلا دادخواهی مال 1 نفر، 2 نفر، یک سازمان، یک گروه نیست جناب حسین بر، خودتون میدونید. من بعد از 42 سال فکر میکنم با 4 ستونی که در مورد منافع و مرزها و یک پارچگی ایران، البته همه اونا به کنار، شعار مشترک که شامل زندانی سیاسی همه میشه همین واژه دادخواهیه که ملت ایران اگر فردا مانند دیماه 96 یا آبان 98 میان بیرون، همون جور که برای بنزین اومدن بیرون، همون جور که برای فریاد حق خواهیشون اومدن، این بار سراسر ایران هر کسی برای اون دادی که داره بیاد بیرون و کنار هم باشه برای کاملا برکناری و سرنگونی رژیم. اون زمان من به شما قول میدم از طرف خودم که دول خارجی هم مجبورن با مردم هماهنگی کنن. زمان آقای اوباما تموم شده. من آدم میگم پارتی نیستم، من با اینی که خب، ولی من میگم در مورد دادخواهی به هیچ عنوان نمیخوام سیاسی فکر کنم جز سرنگونی رژیم و عدالت اجتماعی و رفاه و امنیت برای ملت ایران. من این تصورم، این نظر شخصی من. تشکر میکنم. جناب یزدی، من در ایران هم که بودم با شما هم دوستی داشتم، با دکتر عاملی تهرانی بسیار بسیار نزدیک بودم، بارها با هم صحبت میکردیم، با آقای پزشکپور که از همین حزب پان ایرانیست بودند وقتی که ایشون به خارج اومدند. بله بسیار خوب. بعدن هم با آقای پزشکپور صحبت میکردم، بارها صحبت میکردیم و اینکه چرا ایران اون چی که شد ولی واقعا اکنون چه کار باید بکنیم و چه راهی داشته باشیم. ببینید یک مسئله‌ای که پیرامون
گردن هر ایرانی رو گرفته، این آلت پذیریش هست، آلت دست میشه. سالهاست که یعنی از شاه طهماسب صفوی که یک قراردادی رو به صورت یک جانبه به روس‌ها داد که از دریای مازندران به اون طرف تا ظهور امام زمان مال شماست، به شرط اینکه از من حمایت بکنید. و بعد از اون جز نادرشاه هر کسی که در ایران پادشاه شد به نحوی، مخصوصا قاجارها، یکی از قراردادشون این بود که از من حمایت بکنید. یعنی اعتماد رو از خودشون گرفته بودند، اعتماد رو از مردمان ایران گرفته بودند و همینطور توانمندی رو برای اینکه خودشون رو توانمند بکنند اونقدر که بمانند و به مردم خدمت بکنند، به جای ماندن و به مردم خدمت کردن و از این طریق خودشون رو توانمند کردن، میخواستند که از دیگران قدرت بگیرند برای ماندن خودشون. الان ما در این شرایط هستیم که جمهوری اسلامی همچنان از اروپا قدرت میگیره برای ماندن خودش. بسیاری از مخالفان هم همچنان چشمشون به خارجی هست برای اینکه به اونها کمک بکنند، بدون اینکه به این فکر بکنند که چطور نادرشاه بدون کمک خارجی آمد، مملکت رو درست کرد و اگر اون همین آخوندهای شیعه نکشته بودند و اون موفق می شد که یک سلسله خوب تشکیل بده، شاید تا الان هم باقی می ماندند و امپراتوری بزرگ ایران از آسیای میانه تا بغداد و تا نزدیکی های هند، اینا یک کشور بود، یک امپراتوری بزرگ بود. حالا سوال این هست جناب یزدی، چرا مردم ایران اینقدر عادت کردند که باید دیگران بهشون کمک بکنند تا کار اونها درست بشه؟ صدایتون نمیاد آقای یزدی، صدایتون نمیاد. بله ببخشید. به نکته اساسی اشاره فرمودید حسین‌بار. ببینید این که من عرض می‌کنم جامعه شناسی ایران لازم هست برای که ایران جامعه پیچیده است. به هر حال در قرون یک به خصوص از 1400 سال به بعد گرفتار یک دوگماتیسم سیاسی و مذهبی شده. یعنی حکومت‌های مذهبی بودند، بخش از اونها متصل به حکومت خلافت بودند و برخی باورهای مذهبی داشتند. شما در یک جامعه مذهبی اقلانیت کمتر می‌بینید، در یک جامعه مذهبی خردگرایی کمتر می‌بینید، در یک جامعه مذهبی ایرانگرایی رو نمی‌بینید، در یک جامعه مذهبی احساس مسئولیت ملی رو نمی‌بینید. ببینید این که ما ایران رو دوست داریم کافی در قبال دوست داشتن ایران باعث احساس مسئولیت کرد. احساس مسئولیت مجال پیدا نکرده، فرصت پیدا نکرده. ما یه پرانتز در تاریخ داشتیم و اون در عصر پهلوی بوده که اومدن ملی‌گرایی رو و ایرانگرایی رو مطرح کردن، باب روز کردن که تاریخ خودشون رو بشناسن، شناسنامه‌شون رو بدونن، هویتشون رو پیدا کنن و بعد به تدریج احساس مسئولیت نسبت به حس و پاسداری از این هویت بکنن. در این زمینه رضا برداشت محمد رضا شاه تئوری باعث ابتدا زمینه‌های اقتصادی و زمینه رفاه رو و رشد فکری رو زمینش رو فراهم بکنیم تا بعد بشه در اینجا دموکراسی ایجاد. در یک جامعه فقیر، در عصر شاه شپش از سر کول مردم بالا میرفت، نمیشد بگن در اینجا حالا ما میخوایم دموکراسی ایجاد کنیم. نه، دموکراسی یک فراینده، یه زمینه لازم داره، در دراز مدت بهش میشه رسید. چون خب این اتفاقات در کشور ما نیفتاده بوده، این گرفتاری رو داشتیم، همیشه ایران برای مردم فکر کردن و این مجال نبود. زمان هم که مجال فاصله فرانسه شد و ما در وادی جدیدی قرار گرفتیم به نام حکومت اسلامی
حکومت صداتون اسلامی قطع شد آقای کارش. صدا رو من دارید؟ بله 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 الان صداتون اومد، بفرمایید. در این شرایط فعلی پراکندگی فکری، فرهنگی، اقتصادی، مالی، سیاسی در اینجا روش کار شده، روش هزینه شده، روش برنامه‌ریزی های عظیم وجود اومده که امروز به اینجا نشستیم. ولی ایران رو همیشه یه چیز نجات داده و اون فرهنگش بوده. هر وقت به بنبست خورده، هر وقت غارت خورده، هر وقت چیزی که نجاتش داده فرهنگشه. این فرهنگ در کشور ما زایش دوباره داره آقای حسین‌پور. آدمای خودشو داره، رهبرای خودشو داره. اینها با رهبران احزاب سیاسی گاهی متفاوتن ولی این جریان وجود داره. و اما چرا کنار هم قرار نمیگیرن؟ به شما عرض کردم شاید در ایران احزاب با هم دیگه کنار هم قرار نگیرن و تفاوت‌های فکری داشته باشن، ولی حول یک محور میتونن قرار بگیرن. احزاب حول یک رهبر میتونن قرار بگیرن، احزاب حول یک جریان فکری میتونن قرار بگیرن. ولی خب من با چپ نمیتونم یه جا بشینم، تفاهم فکری هم نداریم. من با فدرالیست تفاهم فکری ندارم، نمیتونم یک جا قرار بگیرم. ولی همه ما در پس ذهنیت خودمون یه چیز داریم و اون هم عبور از شرایط موجوده. همه به راحتی به موجودیت سیاسی کشور و حاکمیت موجود نه گفتن. حالا این نه باید در یک جا جمع بشه. کجا باید جمع بشه؟ رهبری میخواد آقای حسین‌پور. چه کسی میتواند رهبری رو به عهده بگیره که بتوانه در بین این تقاضاها عزم ملی وجود بیاره؟ روی این باید کار کنیم. آیا هر کسی میتونه رهبر باشه؟ آیا هر کسی رو میشه سابقه گذشتهشو ندید و به صرفی که آمد گفت من ناجی هستم زیر پرچمش قرار گرفت؟ نه. تو جامعه‌ای که ستم دیده، جامعه‌ای که از جمهوری اسلامی آسیب دیده، جامعه‌ای که دچار فقر و مسکنت شده و آسیب‌های جدی برش وارد شده، این به شخص واحدی به نام رهبر کاملا دقیقه و حساسه و نگاه میکنه ببینه سابقه سیاسی این آدم چه بوده و اون وقت میتونه به عنوان رهبر بپذیردش و زیر این چتر قرار بگیره. و الا کسایی که آمدن در عرصه سیاسی ایران در حال حاضر ادعای رهبری میکنن، اینها فاقد شرایط رهبری هستند. آدمای خوبی هستند، حسن نیت هم دارن، میهم پرست هم هستن، ولی اون کاریزماتی های رهبری رو ندارن. خب این ایراد گرفت. جامعه حساس نسبت به جریان‌های سیاسی، چون انقدر از گذشته دروغ شنیدن، انقدر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی دروغ شنیدن و ریا که امروز دیگه نمیتونه از اون فضای گذشته میگه نه من دیگه اون فضا نیستم، حالا میخوام برای مردم ناجی باشم، اینو بپذیرم. اینو با شک و تردید نگاه. جامعه طبیعی روند خودشون داره پیش میره. در هیچ موقع از تاریخ ایران نبوده که مردم اونچنان آگاهانه از وضعیت موجود، اطلاعات موجود سیاست جهانی بهره ببرن و راه خودشون رو برن. راه داره درست تشخیص میشه. پیش میره زمانی که یک رهبر واحدی به وجود میاد. بله تشکر میکنم. البته جناب کردستانی، خیلی شما صداتون یه مدتی قطع شد و الان دوباره این فرصت هست که به صحبت‌های خودتون ادامه بدید، ولی من این سوال رو هم بکنم با توجه به صحبت‌هایی که الان مطرح شد. ببینید من با بسیاری از افراد جبهه ملی صحبت کردم، اونها حاضر نیستند که با مشروط خواهان و سلطنت طلبان اتحاد بکنند. آقای یزدی میگند که با فدرالیست ها اتحاد نمی کنند. جمهوری خواهان میگویند با سلطنت طلبان اتحاد نمی کنند. مشروط خواهان میگویند با جمهوری خواهان نمیخواهند بنشینند. بنابراین با این وضعیت
هیچ کسی در فکر این نیست که اون خیر عمومی بزرگتر رو که خیر 82 میلیون نفر ایرانی هست و اون سرزمینی که الان عملا داره خراب میشه، خیر اون رو چه کسی باید در نظر بگیره؟ اگر هر کسی میخواد که با فکر خودش، با حزب خودش متحد بشه که هست دیگه، میلیون با همند، ملیگراها با همند، مشروط خواهان و سلطنت طلبان هم که با همند، فدرالیست ها هم که بیشتر اقوام ایرانی هستند که اونها هم که با همند. خب پس در این میان جمهوری خواهان که هم الان دارن تلاشی میکنند که با هم کار بکنند. در چنین صورتی چگونه رهبری پدید میاد و چگونه رهبری پدید میاد که اصولا قابل قبول برای همه باشه؟ یک رهبر زمانی قابل قبول برای همه هست که منافع همه رو در بر بگیره. یک آدمی ایرانی باید بدونه که در این رهبر اون چیزی که اون میخواد وجود داره، تنها کاریزما نیست، تنها برنامه خودش نیست، برنامه برای سر تا سر ایران هست، دلسوزی برای سر تا سر ایران هست. و برای اینکه چنین گروهی، چنین شخصیتی پدید بیاد، ناگزیر باید خواسته های همگی رو بپذیره. شما در این زمینه خودتون با کسانی که باشون صحبت میکنید، آیا شما حاضرید که با دیگر اندیشان صحبت بکنید، اتحاد بکنید و بعداً عمل بکنید؟ آقای کردستانی شما هستید؟ صدای منو دارید؟ آقای کردستانی، آقای کردستانی صدای شما نیست. آقای کردستانی صدای شما نیست. بله بسیار خوب. آقای کردستانی که صداشون مجددا قطع شد، خیلی متاسفم، ولی همین هستید آقای کردستانی. خب الان اگر صدای منو دارید لطفاً جواب رو هم اونطور که سوال من بود مطرح بفرمایید. بله من میشنوم، صدای شما رو میشنوم، سوالتون هم شنیدم. توضیح بدم که اتحاد یا ائتلاف یا هماهنگی باید حول یک اصولی شکل بگیره. ما میگیم با هم یکی بشیم، با هم متحد بشیم، با هم همبسته بشیم، ولی نمیگیم حول چه چیزی همبستگی بشیم، همبسته بشیم. توجه داشته باشیم که ما متاسفانه در خارج از کشور، حالا همونطور که اشاره کردن، اگر در داخل اجازه تشکیل احزاب نمیدن یا اگر احزابی هم هستن اجازه فعالیت نمیدن، در خارج که ما از آزادی نسبی برخورداریم، ما چطور در خارج نمیتونیم با هم هماهنگی و وحدت به وجود بیاریم؟ علتشو من روی تجربه میگم. همیشه برای اتحاد، برای همبستگی، برای یک جنبش ملی، برای نهضت ملی باید یک یا دو اصول مورد قبول همه مردم انتخاب کرد. یه ملتی که 80 میلیون در داخلن، 7 میلیون در خارج، حول یک حزبی که 3 صفحه اساسنامه داره تشکل ایجاد نمی‌کنه. یک حزب یا هیچ حزبی نمیتونه ایران رو از دست جمهوری اسلامی، استبداد مذهبی نجات بده. این اشتباهی که ما در خارج میکنیم اینه که هر کدوم میخوایم مردم حزب ما رو قبول بکنن. من یه مثال بزنم. یکی از اشتباهاتی گذشته بود که اومدن با یک حزب رستاخیز میخواستن مردم همه رو در داخل. حالا آقای کردستانی از گذشته بگذاریم، آقای کردستانی از گذشته بگذاریم. الان شما به عنوان عضو جبهه ملی حاضر هستید که، آقای کردستانی شما به عنوان عضو جبهه ملی الان آمادگی دارید که با مشروط خواهان
با دگراندیشان، با گروه هایی که فعال هستند، با اقوام، با ملیت ها، با اونهایی که دنبال تقسیم قدرت و ثروت هستند، آیا شما حاضرید با اونها مذاکره و اتحاد بکنید؟ من و تمام کسایی که ملی فکر میکنن، عاشق ایرانن و میخوان ایران نجات پیدا کنه، حول آزادی و استقلال و رفاه اقتصادی با هر گروهی که اینها در اساسنامه‌شون باشه حاضریم همکاری کنیم و جز این موارد ما نمیتونیم. اگر حول 2-3 آرمان متحد نشه، این آرمان استقلال، آزادی و رفاه اقتصادی در تمام این احزابی که در خارج اساسنامه نوشتن وجود داره، حتی اونایی هم که در خارج هستن در اساسنامه‌شون هست. بنابراین ما یه نقاط مشترک داریم، فاکتور مستقل داریم، یعنی یک آزادی و استقلال و رفاه اقتصادی جز خواستهای هممونه. ما فعلا روی این مسائل باید با هم متحد بشیم و یک نهضت آزادی، یک نهضت ملی، یک جنبش ملی، یک همبستگی ملی ایجاد بکنیم. توجه داشته باشید تمام کشورهایی که قبل از آقا شما آقای کردستانی به این سوال من صریحا جواب بدید. آقا شما حاضرید، چون این چیزی رو که شما گفتید آزادی، استقلال، رفاه اقتصادی رو همه سازمان ها قبول دارند، ولی آیا شما الان حاضرید که با مشروطه خواهان، با ملیت ها، با ایرانگرایان، با جمهوری خواهان حاضرید که وارد گفتگو و مذاکره بشید برای اتحاد؟ من که جواب شما دادم، گفتم حول این 3 آرمان ما حاضریم با همه همکاری کنیم، ولی من نفهمیدم ملت ها، اگر ما ملت ایران داریم چند تا ملت داریم در داخل سرزمین ایران؟ ملیت های ایران من گفتم آقای کردستانی، ملیت، من نگفتم ملت ها، گفتم ملیت ها. علتش هم اینه، تعریف سازمان ملل که در آن کسانی که در یک کشور زندگی میکنند یه ملت هستند. هر کشور یه ملت بیشتر نداره، اما اون گروهی از مردم رو که اونها تقسیم شدند بین چندین کشور و نتوانستند کشور خودشون رو درست بکنند، سازمان ملل اونها رو به عنوان نشنالیتی تقسیم بندی کرده. نشنالیتی هم یعنی ملیت ها. بنابراین حالا شما بگذاریم از کلمه ملیت ها، با اقوام ایرانی که میخواهند، ما برای آزادی و استقلال و رفاه اقتصادی مردم ایران و نجاتشون از فقر و بدبختی و ظلم و زورگویی با همه ایرانیان روی این 3 محور اگر اونا حاضر باشن 100% همکاری میکنیم. بله بسیار خوب، تشکر میکنم. جناب خانم غفارپور، من اجازه بدید که این صحبت رو با شما هم بکنم، چون همگی میگن که ما میخواییم که متحد بشیم، ولی وقتی که به اونجا میرسه که خواسته های یک دیگر رو، حقوقی را که دیگران دارند، به اونجا که میرسیم دیگه قبول نمی کنند. الان شما به عنوان یک کسی که طرفدار فرض میکنیم مشروطه خواهی هستید، خب مشروطه خواهان هم گروه های بسیار بسیار زیادی رو تشکیل میدن، ولی جمهوری خواهان هم هستند، همین اقوام ایرانی هم هستند که اونها خواسته خودشون را دارند و مظلوم ترین هم بودند در طول این 500 سال، الان هم مظلوم ترین هستند و یه حقوقی دارند که میخوان مطمئن بشند که بعد از رفتن این رژیم به حقوقشون میرسند. شما خودتون تا چه اندازه آمادگی همکاری با همه گروه هایی رو دارید که حاضر به مذاکره هستند، حاضر به گفتگو هستند و حاضر به رسیدن به یک مخرج مشترک هستند؟ ببینید، من اتفاقا چون این بحث با آقای کردستانی هم شروع شد، من شخصا هدفم الانم کاملا نشون میده با حرکتم در جنبش دادخواهی، من برای هر ایرانی با هر ایدئولوژی، با هر طرز فکر براش دادخواهم، چون ایرانیه، هموطنمه و باید براش دادخواهی کنم. ولی
برای اینی که شما یه مطلبی رو گفتید که در مورد قانون سازمان ملل بود، در مورد نیشن و ملت و ملیت ها. جناب حسین پور، دقیقا مشکلی که ما با یه عده است، من هنوز هموطن صداشون میکنم اگر اونا هموطن منو نمیدونن، اقلیت ها و اقوام ایرانی، مشکل من شخصی و خیلی ها اینه که واژه اقوام و واژه ملت به کل متفاوته و ملیت. شما طبق همون حالا شما خانم، شما روی اون اختلاف نرید خانم غفارپور، اجازه بدید که روی اون اختلاف نرید. آیا شما حاضرید که آره من سوالم اینه که آیا ما حالا میگیم قوم، میگیم که ملیتی اصلا وجود نداره، اجازه بدید من میخوام بگم که حالا شما از کلمه ملیت بگذارید، ولی این اقوام ایرانی یک حقوقی دارند که بیش از همه خودتون آشنا هستید و میدونید که چقدر ظلم شده. آیا اونها حق دارند که مطمئن بشند که بعد از رفتن این رژیم حقوق اونها به اونها باید برسه یا نه؟ وقتی من میگم عدالت اجتماعی، عدالت ملی، منافع ملی، وقتی من میگم اصلا برای من گفتم برای من شرط، ولی من دو شرط گفتم. من اون شرطم یکی اونیه که اگر یک وجب از خاک ایران بخواد جدا بشه اون رو هموطن خودم نمیدونم و مجاهدیرم که در تاریخ 42 سال گذشته جز خیانت به ملت ایران چیزی ازش ندیدم، با اونم کمکاری نمی کنم. من با تجزیه طلب و مجاهد هیچ گونه همکاری نمیتونم بکنم، ولی جمهوری خواه وقت ما همه برای من ایرانی هم. همه ایرانی ببینید شما بالاخره باز یه عده‌ای رو به دلایلی که خاصی که خودتون دارید خارج میکنید از متن. وقت ما خیلی کوتاه هست. از آقای یزدی بله ما لطفاً در 2 دقیقه این سوال جواب بدید که وقت رو به پایانه. جناب یزدی، پان ایرانیست ها تا اونجایی که من میشناسم، بسیاریشون هم میشناسم، شما رو هم خوب میشناسم، اساس بنیادشون بر این بود که بتوانند تمام ایرانی هایی رو که روزگاری جزو ایران بودند دوباره به ایران برگردند. آیا با این نظام که الان هست و یا با این که همین اقوام ایرانی که الان تو ایران هستند و حقوقشون کلن انکار شده، آیا می شود عده دیگری رو هم آورد و در ایران دعوت کرد اونها هم بپذیرند؟ آیا سنبوریه بحث طولانی رو به صورت سوال مطرح کردید. ببینید حزب پایانیست بر اساس مرامنامه خودش معتقد است که ملت ایران زنجیره است که تشکیل شده از اقوام ایرانی از گذشته های دور تا امروز تا فردا در بستر ایران زمین، یعنی پیوند 2 عنصر خاک و خون که اینها تمدن و فرهنگی رو پدید آوردن که جهانگیر شد. طبیعی است که حزب پایانیست مدافع حق و حقوق کلیه اقوام ایرانی است و در تاریخ نشان دادیم که هیچ حزبی به اندازه پایانیست‌ها مدافع کردها، مدافع آذری‌ها، مدافع بلوچ‌ها، مدافع هر قوم ایرانی نبودند، چون ما معتقدیم این اقوام متشکل شدن و پازل‌های به هم پیوسته هستند که ملت بزرگ ایران را تشکیل میدن. و اما اینکه گذشته اون اقوام دیگر رو به خودمون وصل کنیم، ما معتقد به عبور از مرزها نیستیم. ما معتقدیم که مرزهای فکری رو باید برداشت. ما با ارتباط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توانیم در فلات ایران یک تشکل بزرگ ایران بزرگ به وجود بیاریم. اینو میتونیم، به شرطی که نگیم اون سنی ما شیعه ایم، اون یکی نمیدونم فلانه. اینا اقوام ایرانی هن.
افغانستان، تاجیکستان کانون فرهنگ ایرانی بوده. طبیعی است که ما نگاهمون اونهاست و اونها نگاهشون به سرزمین مادره. این جزو آرزوهای ماست و ما معتقدیم که اگر حکومت ملی به وجود آمد، ما بهترین روابط رو با برادران تاجیکمون، قرقیزستانمون، افغانستانیمون و آرانمون خواهیم داشت. این در شکی نیست. ما بر اساس حفظ منافع ملی عمل میکنیم که شرط اولش حفظ تمامیت ارضی ایران است و درد بزرگتر سکولاریسم که از بین رفته و آفت ایجاد کرده. معتقد به سکولاریسم هستیم و بعد به درد بزرگتر که دنیا حاکمیت موجود به دنیا نگفته، معتقد به حقوق بشر هستیم. در این تشکر میکنم آقای یزدی. متاسفانه وقتمون داره تمام میشه. آقای کردستانی، خواهش میکنم خیلی کوتاه در 1 دقیقه یا 2 دقیقه شما هم نظرات خودتون را جمع‌بندی بفرمایید. صداتون نیست صداتون بسته است آقای کردستانی. صداتون بسته است آقای کردستانی. آقا صدایتون بسته است. ایشون صداشون رو درست میکنند چون وقت رو به پایان هست. خانم غفاری، شما هم صحبتهای خودتون را ظرف 1 دقیقه لطفاً جمع‌بندی بکنید. 100% من به عنوان یک ایرانی واقعا با هر طرز فکر، با هر ایدئولوژی، با هر گونه مذهب، رنگ، هیچ گونه مشکلی ندارم. همین جور که توی این 42 سال همه جوره از نزدیکترین افراد و مبارزینی که باشون همکاری کردم از جبهه ها و اعتقادات عقیدتی متفاوت بودن، از اقوام متفاوت بودن و خود شما یکی از همرزمان عزیز من در عرض 42 سال گذشته هستید. من واقعا همونجور که جناب یزدی گفتن با احترام به مرزهای ایران، تمامیت ارضی ایران و منافع ملی ایران با هیچ گروه و عقیده و ایدئولوژی مشکل ندارم. همچنان که الان همونطور که گفتم حرکت دادخواهی هم اینو اعتقاد داره. خواهش میکنم. تشکر میکنم. آقای کردستانی شما هستید؟ بله آقای کردستانی، خواهش میکنم ظرف 1 دقیقه حرفایتون رو جمع بندی بکنید. من خیلی ساده میگم، من نمیتونم با اساسنامه جمهوری خواها همراه باشم، با اساسنامه مشروطه خواها همراه باشم، با اساسنامه احزاب هم. من برای نجات ایران که رسیدن به آزادی مردم و استقلال و این اقتصاد رو به جای برسونیم که مردم نجات پیدا بکنن، با هر گروهی که اینها جزء برنامهشون باشه با کمال میل همکاری میکنم و دست همکاری به سوشون دراز میکنم. سپاسگزارم مهمانان گرامی، خانم غفارپور، جناب منوچهر یزدی و آقای کردستانی گرامی. سپاسگزارم از شما. تا فرصتی دیگر مردمان شریف ایران شما را به خداوند می سپارم. تلاش ما این هست که کوشش بکنیم که مردم با هم متحد بشن برای تغییر جمهوری اسلامی. پیروز و موفق باشید.